این داستان مدینه عثمانیه. داستانی که خودش با کلمات خودش برامون تعریف میکنه. قصه یه بی‌عدالتی عمیق که زندگی یه دختر جوون رو برای همیشه تغییر داد. فقط همین یک جمله. اما پشت همین یک جمله یک کابوس بزرگه. کابوسی که از دل یه امید بزرگ برای زندگی بهتر شروع شد، اما به تاریک‌ترین شکل ممکن به پایان رسید. خب، بیایید از اول شروع کنیم. قصه با مدینه و خانواده‌اش شروع میشه. وقتی که با 1000 امید و آرزو از کاپیسا به کابل پایتخت اومدن تا یه آینده روشن‌تر بسازن. اون موقع یعنی سال 1401 شرایط مالی خیلی سخت شده بود. پدر مدینه هم برای اینکه بتونه کار پیدا کنه، تصمیم گرفت با کل خانواده به کابل بره. امیدشون این بود که تو شهر بزرگ فرصت‌های بیشتری پیدا میشه. اونها تو کابل دوباره با فامیل مادر مدینه رفت و آمد رو شروع کردن. همین رفت و آمدهای ساده، همین دید و بازدیدهای خانوادگی قرار بود زندگی مدینه رو برای همیشه زیر و رو کنه، بدون اینکه خودش حتی روحش خبر داشته باشه. و داستان دقیقاً از همین جا یه پیچ تلخ میخوره. از لحظه‌ای که مدینه برای اولین بار پسر ماماش سلیمان رو میبینه. تو یکی از همین دوره همی‌ها اولین برخورد مدینه با سلیمان یه حس خیلی بد تو دلش به جا گذاشت. خودش میگه نگاه‌های خیره و بیوقفه‌اش اونقدر آزاردهنده بود که کاملا معذب شده بود. اما وقتی نگرانیش رو به خانواده‌اش گفت، چی شنید؟ اون فقط کمی شوخه. همین. به همین راحتی احساسش رو نادیده گرفتن. و این اولین نشونه بود. اولین باری که فهمید صداش تو این ماجرا شنیده نمیشه. باور کردنی نیست، ولی همه چیز توی یه چشم هم زدن اتفاق افتاد. یه روز خواستگاری و فقط یه هفته بعد مراسم نامزدی. هیچ کس، حتی یک نفر، از خود مدینه نپرسید که آیا راضیه یا نه. دوران نامزدی برای مدینه تبدیل شد به یه جهنم واقعی. تماسای تلفنی سلیمان پر از توهین و آزار کلامی بود. مدام کنترلش میکرد و با کلمات زشت و تحقیرآمیز صداش میزد. با اینکه پدر و مادرها اولش مخالف بودن، سلیمان اونقدر اصرار کرد که عروسی رو زودتر بگیرن و متاسفانه اونها هم قبول کردن. عجله‌ای که داشت فاجعه به بار می آورد. و بالاخره شب عروسی از راه رسید. شبی که مدینه ازش به عنوان یک کابوس یاد میکنه. وقتی از مراسم عروسی بیرون اومدن و سمت خونه جدیدشون میرفتن، مدینه یه حسی داشت. خودش اینطور توصیفش میکنه: به طرف خانه جدید رفتیم، یا بهتر بگویم قبرستان. ساعت 2 شب عروسی تموم شد. ساعت 3 مدینه رسید به خونه شوهرش و فقط چند لحظه بعد کابوس شروع شد. شوهرش بهش تهمت زد و وحشیانه کتکش زد. چشماش رو که باز کرد روی تخت بیمارستان بود. تو همون حال گیجی و درد مادرش اومد بالای سرش و خبری رو بهش داد که دنیا رو روی سرش خراب کرد. شوهرت میگه تو باکره نبودی. اما این تازه اول ماجرا بود. حالا مدینه باید بیگناهیش رو ثابت میکرد و این شروع یه مسیر تحقیرآمیز و دردناک بود. تصور کنید، اول بردن شفاخانه ملالی. دکتر معاینه کرد و گفت مشکلی نیست، اما مادر شوهرش قبول نکرد. دوباره به زور بردنش یه شفاخانه دیگه، رابعه بلخی. اونجا هم دکترها بیگناهیش رو تایید کردن، ولی سلیمان هنوزم حرفشون رو باور نمی‌کرد. ببینید چقدر وضعیت پوچ و بیرحمانه بود. از یه طرف علم پزشکی، دکترها داشتن حقیقت رو میگفتن. این اولین رابطه جنسی او بوده و خونریزی نکردن کاملا طبیعیه. از طرف دیگه خانواده شوهرش با تعصب کور میگفتن نه، حتما بهتون رشوه داده، ما باور نمی‌کنیم. اما تو اون همه تاریکی یه کورسوی امید پیدا شد. یه دکتر زن جوان به مدینه نزدیک شد و بهش گفت اشتباه دیگری نکن و پیش او برنگرد. آدمی به این پستی ارزش نداره. و بهش توصیه کرد برای اثبات کامل بیگناهیش به طب عدلی بره. خب، بیگناهی مدینه ثابت شد. اما داستان اینجا تموم نشد. زخمای این بی‌عدالتی خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود و تا مدت‌ها روی زندگی مدینه و خانواده‌اش سایه انداخت. و اینجاست که بی‌عدالتی به اوج خودش میرسه. سرنوشت مدینه چی شد؟ طلاق گرفت و با یه برچسب دروغین و روحی زخمی برگشت پیش خانواده‌اش. سرنوشت سلیمان و خانواده‌اش چی شد؟
خیلی راحت به آمریکا مهاجرت کردن و سلیمان خیلی زود دوباره نامزد کرد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. مدینه الان 19 سالشه. فقط 19 سال. اما خودش میگه حالا 19 سالم، اما وضعیت روحی و روانیم از یک زن 70 ساله هم بدتر است. این یعنی یه عمر جوونی ازش گرفته شده. اما دلیل این که مدینه این داستان دردناک رو تعریف کرده ترحم نیست، یه هشداره. یه هشدار جدی برای همه ما که قبل از یه تصمیم بزرگ مثل ازدواج چشمهامون رو باز کنیم و طرف مقابل رو واقعاً بشناسیم. و در آخر یک سوال باقی میمونه. سوالی که شاید جوابش سخت‌ترین بخش این قصه باشه. واقعاً برای اینکه باورت کنند چه باید کرد؟